درود رفقا، امیدوارم تعطیلات بهتون خوش گذشته باشه. یه استراتژی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم، استراتژی مبتنی بر اندیکیتور در تریدینگ ویو. روش کار به این صورته که شما میتونید در اشباع قیمت، در منطقه که اشباع شده قیمت، معاملاتی رو بذارین و با اندیکیتوری که بهتون معرفی میکنم و تنظیماتش میتونید بهترین موقعیت رو شناسایی کنید و وارد معامله بشید. خب قبل از هر چیزی، اگر در کانال ما عضو نیستید، هنوز در کانال یوتیوب عضو نیستید، لطفاً عضو بشید، لایک کنید و اون زنگوله رو بزنید تا به موقع از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشید. خب خیلی سریع میریم سر استراتژی و اجرای اون و روش کار با اون. ممنون از شما. اول میریم طبق روال در تریدینگ ویو و چارت طلا رو باز میکنیم. اینجا تایم فریم من میذاریم روی یک 15 دقیقه. به این ترتیب میریم در قسمت اندیکیتورها و این اندیکیتور رو دقیقا همینو ببخشید همینو ران میکنیم روی چارت. به این شکل. خب تنظیمات هم باید تغییر بدیم. اولین گزینه کلیک میکنیم، بندویچ به 30، این فیلدم به 2 4 و این فیلدم به 2 تغییر میدیم و میایم پایین تر، این فیلد رو به 90 و این تیک هم میذاریم. تو قسمت استایل هم شما باید این تیکش رو بردارید. اوکی، ببخشید این دو تیک رو باید بردارید، هر دو تا تیک رو باید بردارید. به این ترتیب اجرا که شد، شکل چارتتون به این شکل میشه. در قسمت اندیکیتورها مجددا اندیکیتور دومم ران میکنیم به این اسم، همون اولی که ورژن 2 است رو اجرا میکنید. خب دیگه نیازی نیست ستینگ اینو تغییر بدیم یا تنظیمات خاصی نداره. حالا چارت رو با هم یه مروری میکنیم. بریم سراغ استراتژی و روش کار با اون. اول از هر چیزی میخواستم ازتون تشکر کنم، چون با لایکاتون و حمایتاتون واقعا تنها دلگرمی که من دارم تو این کار همین لایک و حمایت شماست. ممنون از شما. خب نگاه کنید، وقتی قیمت تو این منطقه پایینی یا آبی رنگ پایین قرار میگیره، یه جورایی به اشباع قیمت رسیده و میره برای بای و روند صعودی. ما منتظر میشیم توی کندل صعودی ازش بگیریم، فرضاً مثل این یا اینجا مثل این، یا هر موقعی که شما فرضاً پای چارت بودید، فرض اینجا چارت رو باز میکنید یه همچین موقعیت رو میبینید، یا اینجا یا اینجا. ببینید این کندل اگه کندل پوششی باشه خیلی بهتره. فرضاً چی؟ شما اینجا یه کندل دارید، کندل قبلی رو پوشش داده. بذارید بزرگتر کنم، نگاه کنید کندل قبلیش، بذارید یه مقدار بزرگتر کنم، کندل قبلی یه کندل دوجی بوده، اینجا این کندل رو پوشش داده و بزرگتر بوده. یا یه کندلی هست که شما کندل سعودی دارید توی منطقه اشباع شده، 3 یا 4 کندل قبلش که نزولی بوده رو پوشش میده و بالای اون بسته میشه. فرض این کندل که کندل دوجی رو پوشش داده. در اندیکیتور پایینی هم شما در منطقه سبز رنگ هستید. ببینید این منطقه سبز رنگ خیلی مهمه، حتما دقت کنید. تو این منطقه سبز رنگ قرار گرفته قیمت. خب
توی باند پایینی و آبی رنگ باید باز چارتو براتون کوچیک کنم. باند بالایی بنفش رنگ برای این معاملات نزولی یا سل یا شورت. باند پایینی آبی رنگه، توی منطقه قرار گرفته. خب شما یه موقعیت بایه دارید، اینجا میتونید وارد شید، یعنی از کندل بعد دیگه طبیعتا استاپ هم زیر لو بذارید. میتونید اینجا قرار بدید، من اینجا رو در نظر میگیرم. ببینید دوستان، من این منطقه رو در نظر میگیرم، ولی شما میتونید بسته به ریسک پذیری خودتون اینجا قرار بدید. این هم در نظر داشته باشید، ریسک و ریوارد 1:1.5. یعنی شما وقتی اینجا قرار میدید استاپتون بزرگتر میشه، تارگتتون هم بزرگتر میشه دیگه، بسته به ریسک پذیری خودتون. من این منطقه رو در نظر میگیرم و ریسک و ریوارد 1.5 که اینجا تارگت تاچ میشه. خب حالا فرض اینجا وارد شدید، شما چارتو باز کردید، این موقعیت اینجا است. ببینید اینجا هم یک کندل سودی دارید، این کندل که 2 تا کندل رو پوشش داده. میبینید 2 تا کندل قبلش که نزولی بوده رو پوشش داده و تو این منطقه اشباع آبی رنگ هم قرار داره. خودش هم بهتون آلرت آب میده. ببینید خود اندیکیتور بهتون آلرت داده. خب پایینم که شما تو منطقه سبز رنگ هستید، از اینجا میتونید یه معامله باز کنید و زیر این آخرین لو قرار بدید. حالا اینجا یا اینجا که خط کشیدیم. تارگت هم به 1.5 تو این منطقه تارگتتون تاچ میشه. حالا بریم برای موقعیت نزولی یا شورت. ببینید قیمت تو منطقه بنفش رنگه، اشباع قیمت تو این منطقه است. خب شما صبر میکنید تا کندل نزولی بگیرید. اینجا بهتون دانم داده، میبینید این کندل نزولی، این کندل نزولی که بهتون دان داده، ولی این کندل یعنی کندل بعدی مطمئن تره. ما اینجا وارد میشیم، از اندیکیتور پایینم سیگنال سلتون تایید میگیرید، میرید برای معامله شورت یا سل. استاپتون رو ببینید، اینجا هم دقیقا مثل مورد قبلی شد، یا اینجا میتونید در نظر بگیرید یا اینجا. حالا این بار میایم روی این تارگتون هم به 1.5 ریسک و ریواردمون رو. من روی چارت طلا اومدم، شما میتونید چارت های دیگه هم تست کنید. چارت طلا یه مقدار تارگت ها و استاپ های تارگت های خوبی میده و حرکت های خوبی داره. حالا شما رو چارت های دیگه چک کنید خودتون، روی استاک مارکت چک کنید، رو کریپتو کارنسی چک کنید، ببینید چطوره. این استراتژی برای همه‌شون قابل اجراه، میتونید با همه بازارها کار کنید. خب بریم برای موقعیت بعدی. ببینید به همین ترتیب قیمت در اشباع، ولی خب چون کندل قرمز رنگی وارد نمیشیم، منتظر کندل سبز رنگ میشیم. مثل اینجا از اندیکیتور پایینم تایید میگیریم، وارد معامله اوردر بایمون رو میذاریم، معامله بای، و من زیر این در نظر میگیرم استاپو و تارگتتون رو هم به 1 کنیم. به همین شکل اینم تارگت میخوره. خب
امیدوارم از این استراتژی به خوبی استفاده کنید و سود کنید. اگه این سیستم خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره، اون زنگوله رو هم بزنید. ممنون از حمایتتون.